حالا خیلی کار ندارم به این که بخوام دانشکده رو بکوبم یا نه خب بالاخره میگه موقف بریم بعد بگم آقا اصلا چرا اینا رو گفتیم. میگم کار اقلیمی. اولا حکم دادیم گفتیم این ساختمان ها تماما اقلیمی هستند. تماما اقلیمی هستند و خیلی خوبن. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب بشه. یکی از مسائلی که میخوام برم بررسیش بکنم و با شما به اشتراک بذارم، یه جورایی میشه گفت که تقابل بین تفکراتی که توی دانشکده به ما یاد دادن، حالا من خودم دانشکده هنر و معماری درس خوندم، و موضوعاتی که توی بازار کار مطرح هست و نوع نگاه مردم و چیزی که واقعا وجود داره و اون مسائلی که توی دانشکده تدریس میشه. حالا خیلی کار ندارم به این که میخوام دانشکده رو بکوبم یا مثلا بگم تفکراتشون اشتباهه درسته، ولی این چیزی که توی ذهن من به وجود اومد ریشش از اون جایی که بعد از دانشکده و در حین تحصیل وارد یک دفتر معماری شدم که کارای مدرن خوبی می‌زدن. حالا اینکه توی ساختش چجوری بود و یا ساخته میشد نمیشد این داستانا، ولی تفکراتی بود که تفکرات مدرن بود و خیلی متفاوت بود اون بازار کار با اون چیز آرمانی که به ما یاد داده بودن و از سنت ما گفتم و در مورد پلان صحبت میکردیم. مثلا جلسات متعددی ما داشتیم در مورد تقابل سنت و مدرنیته یا اینجور مسائل. و بعد از اینکه من وارد این دفتر معماری شدم، یه خورده از این تفکرات برام کم رنگ شد و دیدم که توی بازار کار یا حداقل چیزی که به صورت روتین وجود داره، اون مسائل اینقدر سنت گرایی و چیزایی که اونجا بهش پرداخته میشد درست نیست و یه جورایی دیگه تقریبا دکوریه. حالا با توجه به لینکی که من با یکی از اساتید دانشگاه داشتم و تونستم که با ایشون صحبت بکنم و بریم با هم دیگه یکی از کلاسای ارشد رو بریم سر کلاسشون بشینیم و اتفاقا اونجا مسئله انرژی مطرح و الگوگیریمون از گذشتگان و اقلیمه که در گذشته از وجود داشته و ببینیم که از چیزهای اقلیمی و بومی چجوری میشه استفاده کرد توی صرفه جویی انرژی در ساختمان. حالا اصلا میخوام ببینم که اینجور چیزی امکان پذیر هست یا نیست. مثلا ما میتونیم که دیگه اصلا الگوهای گذشته رو استفاده بکنیم با توجه به این که شرایطی که الان وجود داره، مردم آسایش حرارتی و سایه اندازی و چیزایی که الان نیازمندش هستن به سطح رفاهی که الان انتظارشو دارن خیلی بیشتر از چیزیه که توی گذشته ما وجود داشته. شاید گذشته اگه که یه باد خونکی توی تابستون هم بهشون میخورده راضی بودن، خب ولی الان اینجا مثلا این طرف اسپلیتو میذاره روی مثلا 19 درجه و وقتی اثر کار میاد خونه میخواد کامل خنک بشه. پس دیگه حالا این اقلیم گذشته رو ما چجوری میتونیم حالا پیوندش بزنیم به جامعه امروزی ما؟ خودم برام سواله آیا میشه که این کارو بکنیم؟ به نظر من قابل بحثه. حداقل اینه که ما یه سری الگو در گذشته داشتیم که خوب کار میکرده با توجه به سطح نیازهای اون جامعه ما. حالا چجوری میتونیم اینا رو تطابق بدیم به نیازهای امروزی جامعه؟ خودش میتونه چالش قشنگی بشه. من نمیگم که امکان پذیر هست یا نیست، الگو برداری میشود انجام بدهیم یا نمیشود. حالا تصمیم بر اینه که فردا بریم سر کلاسشون ببینیم که چه موضوعاتی مطرح میشه سر این کلاس و چقدر میتونه کاربردی باشه.
مثلا اینقدر چی باشه؟ معلوم میشه از داغه. معلومه؟ حالا اصلا قرار نیست که حرف بدی بزنیم. نه خب بالاخره میگه ما حرف بدی میزنیم. بعد بگم آقا اصلا چرا اینا رو گفتی؟ و چرا تو دانشکده حالا مثلا ما پخشش نمی‌کنیم تا ببینیم چه جوری میشه. اش که رفتیم اونورا بعدش بخشش. یه اشتباهی که داریم که همون اشتباهی که گفتم منم سالها پیش انجامش دادم. میگم کار اقلیمی. اولا حکم دادیم گفتیم این ساختمان‌ها تماما اقلیمی هستند. تماما اقلیمی هستند و خیلی خوبن. یه نکته اینه نمیگیم آقا اینا نکته داره، یعنی وقتی تو اون بحث مناظره که بشین باشون میگن نه ما هم قبول داریم، نمیگیم که بی عیب و نقصه. وقتی گیر بدی حالا تو مناظره باشه شاید این اتفاق بیفته، ولی تو حالت عادی ما میگیم آقا اینا 20 تا، نمیگیم 19 و میگیم یه سورس دارید شما اینا میتونی بری از اینا استفاده کنی. یه سورس هم هست غربیا که البته غربیا 20 نیستن، چون که حالا اون 98% انرژی داره شما دارید میگه طبیعی استفاده میکنه و نمیدونم ایناش که هیچی، بالاخره 98 تا 100 نیستن. از اون طرف هم بالاخره مسائلشون با ما نمیخوره، فرهنگشون با ما نمیخوره، آخرش باعث بیگانگی و این چیزا میشه. تهش اینه که اونا پسندمون هم نیست. یعنی از دو تا منبعی که ما میتونیم حداقل برای چیزی که ما میگیم استفاده از تجربیات دیگران به غیر از اینکه از اصولش خودمون بخوایم از اول چرخ و ابداع کنیم، بگیم خب دیگران چیکار کردن ما استفاده کنیم. دو تا سورس معرفی میشه، معمولا هم اینجوری میشه. یعنی اونو دوباره هی به دلایل مختلف رد میکنیم میریم سراغ این و این هی تبلیغ میشه. و اینکه شما میگید به عنوان دانش ما بهش بدیم، این که میگم معمولا حالا غیر از من که دارم اینجوری میگم، بقیه دیگه همه اینا رو ستایش میکنن و دانشجو هم گول میخوره همونجوری که من خوردم و میگه اگه من خواهم این ساختمان اقلیمی بسازم باید برم حیات مرکزی بسازم. ما تو اروپا یه اشتباهی هم میکنیم، دوستان ما این اشتباه رو دارن، مثلا میگن آقا ببین فرانسه دانشگاه چیز زده داره روی معماری گلی کار میکنه، نمیدونم ساختمان اروپا ببینید 2 طبقه 3 طبقه ساختمان دیوار باربر میسازن اسکلت فلانه. اصلا به این دقت نمی‌کنیم که آقا اروپا روی گسل نیست، تو تاریخ هیچ وقت زلزله نداشته و نخواهد داشت. برعکس کشور ما روی گسل هستیم و اگر مثل اون فاجعه مثل بم پیش بیاد که مثلا این فاجعه ملی میشه و چه تهران اونا که خیلی فاجعه، چه حتی همین شهری هست اصفهان، کرمان، همه اینا گسله. و اولین چیز حفظ امنیت جانی طرف دیگه. ما اول از همه باید خیالمون راجع به زلزله نمیریم، زیبایی شناسی و احساس و اقلیم و کاربرد فضا همه اینا بعدشه. همین خودتون دیگه میدونید اولین چیزی که ما داریم معماری رو در واقع میگیم اولین قدمش چیه؟ همون سرپناهه. یه چیزی که پناه ما باشه در مقابل خطرات و مشکلات. بعد از اون ما میریم دیگه این که میگیم ساختمان. ما باید ساختمون رو بسازیم، بعد بگیم حالا کیفیت‌ها بهش سوار میشه در واقع معماری. بعد حالا تبدیل میشه به معماری که کیفیت داره و حالا میتونیم راجع بهش بحث‌های معمارانه بکنیم، هنر رو از این حرفا. اما به شرطی که اون باشه، نه که ما بعد از بگیم خب حالا بذاریم اینو کنار، این از اقلیمی که خیلی خوب جواب میده، یا از احساسی که خیلی خوبه، یا ارزان بودنش که خیلی خوبه، ولی خب زلزله هم بیا طرف میمیره، حالا خیلی هم مهم نیست. هفته پیش یادتون از یه صحبتی کردیم راجع به این بحث قاجار و اینا، گفتم ما از طرفی بد و بیرا میگیم به قاجار، از طرفی تمام چیزی که بهش افتخار میکنیم قاجاره. یعنی الان این خونه مال چه دوره‌ایه؟ همین اونایی مال چه دوره، همش مال قاجار. یعنی تقریبا تمام این چیزایی که ما بهش افتخار میکنیم و تو معماری رو دارم میگم و بازدید کننده میاد و عکساشو میذاریم، همه اینا تقریبا همش مال قاجاره. تقریبا خود دوره قاجار رو ما یه جایی ادعا میکنیم که اینها کاملا خرد از دست رفته و همین خود دوره قاجار شروع انحطاط و پسرفت و نمیدونم این چیزاست. در این حال ولی باز میگیم نه هنوز خوبه. ما میگیم که تو این دوره ها مردم دیگه این چیز بومیگرایی از بین رفت، خودپسندگی از بین رفت، چون قبلا ما مجبور بودیم توی از چیز بکنیم دیگه. حالا کم کم وقتی که ما میتونیم وارد بکنیم از یک کشور دیگه چه الگوی ساخت و ساز رو چه مصالح رو و بتونیم شیشه بزرگ بیاریم، دیگه متناسب با اون اقلیم نیست دیگه. یه حرفی بچه‌ها تقریبا درسته، اینه که وقتی شما مجبور باشید توی محیطی مثل یه زندونی دیگه حد اکثر تطابق رو با محیط پیدا میکنی. این دیگه میشه اینو گفت کاملا درسته. وقتی شما یک رو محرومش کنی، ممنوع کنی از ارتباط با دیگران، توی یک فضای بسته، حالا میتونه یک زندون باشه، میتونه یک شهر باشه، یک کشور باشه، وقتی توی این فضا شما نداری، مجبوری، همون مثالی که زدم راجع به هیزم و آتیشیاتون هست، شما مجبوری روی خار به عنوان یک سوخت باید روش تکیه کنی، یعنی بالاخره روش حساب میکنی. الان خنده داره یه پشته خار دفعه چند دقیقه تموم میشه، اما خب چیز بهتری نداریم.
این یه نکته هست، این بحثش جداست که بله ما توی گذشته حالا هرچی بری عقب‌تر چون نیست مجبوری خیلی حواست رو جمع کنی رو اندازه ها، هم قضیه که خونه رو تا میشه کوچیک و اندازه خودش بسازی. تو دوره قاجار اینه که دوستانی که میگن شروع انحطاط توی معماری ما اینه که ما با الگوهای غربی آشنا شدیم و فضاهامون چه به لحاظ کلیت مثل کلافرنگی و فضاهای برونگرا ساخته شد، چه توی اجزای ما یه سری همین شیشه‌های بزرگ و عمارت‌های مثلا یه فضایی که مثلا اینجا طالبه یه کلافرنگی اومد روش و این فرم اصیل خودش رو از دست داد. میگن اینا شروعش از اینجا بود، بعد که میاد جلو تو پهلوی و اینا دیگه میگن دیگه اصلا بلبشو شد. ولی تو این دوره پهلوی که ما میگیم که اقلیمی آیا نیست یا هست، این نکتهش اینه که چون این چی بهش میگیم این نفاست رو نداره، انقدر نفیس نیست به لحاظ اینکه اینا هم قدیمی ترن، آدم قدیمی و بالاخره کهنه ترن، عتیقه ترن و همین که این جزئیات و این ریزه‌کاری‌ها توی چیز بیشتر هست، به خاطر همین کمتر میریم سراغش. وقتی می‌خوایم نمودار رو عکس بذاریم، خب بین این دو تا باشه شما کدومش انتخاب می‌کنی؟ شما الان عکس پروفایل می‌خوای بذاری یا اون عکسی که مثلا ترکیه گرفتی با اون فضا می‌خوای چیز بکنی درسته، یا اون عکسی که با کت شلوار گرفتی؟ معمولا اون عکسی که با دوستا تو خونه گرفتی و آشفته رو اون کسی پروفایل نمی‌ذاره. راجع به تابش بنده یادتون هست؟ جبهه رو به جنوب شرق یه نمونه عکسشو بیارید، یکی از اینایی که اگه باشه نزدیک‌تر ببینید تو عکس‌ها هست. این سمت راست این عکس هست، خب خوب دیده نمیشه. ببینید این سه دری رو، حالا این هم از این سمت چپمونه. ببینید فاصله بین دو تا در که حالا 3 تا در یا 5 تا در 2 یا 4 تا تیغه هست. ببینید تیغه‌های عمودی. این جبهه سمت چپ ما جبهه رو به جنوب شرقه. هر کس که ترم 2 و 3 معماری که میاد میره یه دو واحدی کلاس تنظیم میگذرونه، اولین چیزی که یاد میگیره اینه که جبهه رو به جنوب شرق سایبون باید چی باشه؟ افقی. پنجره باید چجوری باشه؟ کشیده افقی تا حدالمقدور. این یه اصل خیلی ساده است که با ساده ترین نمودار اقلیمی به دست میاد. حالا وارد جزئیاتش نخواهی بشی و تناسبات دقیق، کلیت معلومه که باید پنجره این شکلی باشه، سایبون هم باید افقی باشه. خب اینجا نمای رو به جنوب شرق ماست. تقریبا تو تمام این اقلیم و این الگو ما داریم این الگو رو. سایبونای ما چیه؟ عمودیه. یعنی اصلا اقلیمی نیست. اصلا اقلیمی نیست. نه که بگیم حالا یه درصدی، چون سایبان افقی اگر بود مثلا 30 سانت شما شبیه سازی می‌کردی، الان می‌مدیم اون آقا 30 غلطه. مثلا با توجه به ارتفاع پنجره 50 باید باشه یا 20 باید باشه. میشه روش بحث بکنیم. اما اینجا کاملا این سایبونا عمودی داره کار می‌کنه و دقیقاً برعکس چیزیه که باید باشه. ما اینا رو میگیم خوبه. یعنی ما معمولا تو کتابامون این که گفتم تا بنده خدایی که میاد راجع به اینا حرف میزنه خودش نمیدونه اصلا فرق جبهه شمال و جنوب رو و راحت میاد اینو میگه و بعد این صدا اکو میشه. همه راجع به همین حرف میزنن میگن بهتره. حالا مرحوم پیرنیا اومده اون که میگه چرا تو پهلوی این نیست، میگه آقا ما این سدریمون به اینا میگن تابش بند. اصلا اگه این اسم من نمیدونم، اگه احتمال زیاد من میدونم که آقای پیرنیا گذاشته، چون فکر میکنم خودشون اونایی که میساختن میفهمیدن که این نیست و اشتباه، این تابش بند نیست. یعنی همون سایبان ما وقتی میگیم چیزی که داره کمک به ما نمیکنه رو نباید اسمش رو بذاری سایبان، که میتونستی بذاری منظر قاب کن مثلا یه چیز دیگه ای. اینو من فکر میکنم این اسمم احتمالاً خود ایشون گذاشته روش. بعد میگه این تابش بندا که عمودیه بچه‌ها و حالا خاصیتش در واقع ضد اقلیم داره عمل میکنه، توی دودری‌های تو دوره پهلوی اینا تبدیل شد به یه شکل مثلثی تقریبا. خب یعنی در واقع اجازه داد که آفتاب بهتری بیاد، چون این الان اینجوری تیغه اینجا بین دو تا پنجره اینجوری اینا رو گرفته و این سایه زیادی ایجاد میکنه. وقتی از سمت شما بیرون باشید اون طرف، وقتی اینجوریش میکنی اجازه میدی آفتاب مایل اینجا راحت‌تر بیاد و از اون طرف هم همینطور. یعنی در واقع ما دو طرف پنجره رو اگر بگیری اینجوریه، یعنی به جای که الان اینجا فرض کنید پنجره است که من دارم بیرون میبینم، به جای که دو تا تیغه اینجوری باشه که آفتاب زمستان که با زاویه مایل از اطراف میاد و میگیره، که پهلوی اینجوری باز شد. با توجه به اینکه این خودش بد بوده پس الان بهتر شد. اگه سایبون افقی بود و اینجوری میشد میتونستیم بگیم آره بد شده، ولی این الان بهتر شده. ولی خب مرحوم پیرنیا اقلیم رو نمیشناخته خب واقعیتش و گفته ببینید این تابش بندها که اینجوری بوده و سه دریای ما تبدیل شده به دو دری، تابش بندامون هم این شکلی شده و بد شده. این یه نمونه، یه مثال از صدها مثاله که ما بدونیم که بدونیم چی خوبه چی بده داریم قضاوت میکنیم. من چندین سال پیش یه بار از سنگاپور اومده بودم، همین بین چیزی که میرفتم اومدم بچهای اساتید دانشگاه اینجا دیدیم و صحبت و سلام علیکم کردن، گفت بیا یه سری تجربیاتشو بیار اینجا بگو. گفتم من خیلی اونجا دنبال این چیزا نبودم، سرم به کار خودم بوده، اونم مثلا از این مدلایی که توریستی برم هی عکس بگیرم بعد بذارم تو پیج و اینا دنبال چیزا نبودم. گفت حالا هرچی که میدونی اونا.
گفتم باشه و یه جلسه گذاشتن 2 هفته دیگه به صحبت کنم. من تجربیاتی که آوردم صحبت کنم، نکته حالا این که میگی چیزایی که گذاشتم خنده‌دار بود. خیلی‌هاش از دستشویی بود، از یه رمپ دم در ورودی بود، از یه دونه دستگیره در بود. به جای ساختمان 100 طبقه مرینا بی سند، الان شما هر کی سنگاپور رو ساختمون بلنده که روش کشتی و استخر و میرن اون عکس‌ها رو میارن. معمولا هم میگم من اونم که رستم بود پهلوان. یعنی وقتی من شروع کنم میگم اون ساختمان ببینید چقدر ساختمان فلانی، همه میگن من یه بار بلیط دادم رفتم این ساختمان رو دیدم. بیشتر از این من هیچ نقشی تو هیچ جایش ندارم، ولی ناخودآگاه به ذهن میاد که اوه عجب ساختمونه. وقتی می عکس توالت رو میذاری اینجا و پرزنت می‌کنی خیلی متفاوت میشه. خب من دنبال اون شعافه که نبودم. میخوام اینو بگم کلیت اون داستان که یه ساعت اینجا ما بچه‌ها صحبت کردیم این بود که آقا وقتی تو میری ساختمان 100 طبقه میاد تقریبا از این چیزا همه ما خارجه. هیچکدوم از ما اونجا ساختمانی تو عمرمون یه بار میتونیم بلیط بدیم بریم ببینیم که بخوایم طراحی کنیم و بسازیم و این چیزا نداریم. ولی دستشویی دیگه خیلی جاها طراحی می‌کنیم. و یه مثلا چیز خیلی ساده که مثلا اونجا ما زیاد می‌بینیم که شاید تو ایران بعضی جا من دیدم اومده که روشویی‌ها همه بلند نیستن. من خب بچه داشتم، همیشه این مشکل رو داشتیم تو سفرها، هر جا میری یه مسجد میری بچه‌م خب همه حالت عادی هم چرا دستشویی داره، پیاده میشی میری یه جایی و برای شستن بچه همیشه باید بلندش کنی بذاریش بالا روی این چیزه بشینه دستشو بشه یا اینکه خودت بگیریش، دستش نمیرسه. خیلی راحت دستشویی میاد اینجا میاد اینجا. 2 تا دونه روشویی داریم تو ارتفاع 40-50 سانتی که من نکته مهم همین که میگی شما نکته این بود شعور خیلی مهمتره تا اون تکنولوژی. اون تکنولوژی خیلی دوره، به این سادگی ما بهش نمیرسیم، ولی این شعور رو داشته باشه که آقا بچه میخواد دست بشوره، هم نباید خجالت بکشه، هم نباید شخصیتش دوچارش، هم نباید سر بخوره بیفته یا دستاشو اینجوری بگیره وقتی میشوره که آب و کف همینجور بره. خیلی چیزا داره دیگه. یه چیز خیلی ساده، من همش اینا رو آوردم. مثلا ببینید مثلا این دستشویی تو توالت مثلا جای گذاری خیلی راحت کیف و دم تشکیل تو میتونی بذاری کت و کیفو، نباید نگران باشی که حالا موبایلم چی میشه، کیفم چی میشه. ما خیلی جا چیزای خیلی ساده. حالا اینم نکته خوبیه، اگه مثلا ما تو اقلیمم که میخوام اونورم ببینیم بیام تو مقیاسایی ببینیم که قابلیت اعمال داشته باشه برای ما. یه دفعه یه چیز خیلی بزرگی که ما نمیتونیم کار کنیم در واقع خیلی سراغش نریم. نکته قشنگیه. برگردم یه بک بزنم به اون بحثی که راجع به چیز داشتیم گذشته و الان میگفتم. ما معمولا اینا رو یکی از اشکالاتی که من دارم و اینو نقد میکنم به بچه‌ها، شاید یه خود خسته کننده میشه سر کلاس، به خاطر اینکه میدونم ما بالاخره این شستشو شده مغز ماها. خود من سالها بر این باور بودم که اینا واقعا خیلی خوبه و اگر میتونم هر جور شده برم بالاخره یه تیکه از این تو کارم بیارم. اینه که اینجا دارم هی اصرار میکنم، نه که بگم سنت بده یا بخوام من مبارزه کنم، میخوام بگم که وقتی من این رو به عنوان یه قبله خوبی ها معرفی میکنم ولی تکرار میشه، میگه نقش میبنده تو ذهن و ما میخوایم انرژی کار بکنیم، تهش به این نتیجه میرسیم که بریم یه بادگیر بذاریم، حیات مرکزی بذاریم، سدری بذاریم، همه این چیزایی که قبلا گفتم راجبشون و تقریبا همشون هم کارکرد ندارن. حرف من این بود از اول ترم، میایم به اسم اقلیمی حیات مرکزی میذاریم، به اسم احترام به سنت ها، به اسم اقلیمی و مصرف انرژیمون چند برابر میشه. و اینا که مخصوصا خیلی انواع مشکلات داره، مشکل نور دوباره زیاد داره که آفتاب میفته مخصوصا تو فضای اداری، بعد دوباره اونا رو باید یه جوری دیگه بریم ببندیم، مصرف انرژیش چند برابر میشه، آسایش توش اصلا آسایش نداریم، همچون خیس عرقی. ما اینا رو با خودمون رو درواسی داریم. یعنی الان خیلی هم که میگن تو مقیاس از حکومت تا مردم هست، طرف میگه حالا دارم، حالا کولر بذارم نذارم، مثلا کولر گازی. نه غیر از این اصلا. ببین الان ما تو دوره پست مدرن زندگی میکنیم. حالا اگه کی بره تو بعض مباحث فلسفیش، الگو مال دوره سنته و بعد مال دوره مدرنه. دوره مدرن دوره الگو سازی، استاندارد سازی، خانه سازمانی سازیه. پست مدرنیسم نه فقط توی معماری، توی ادبیات و توی زندگی و توی پوشش میگه پلورالیسمه. میگه آقا تکثرگراییه، یعنی شما هر کسی هر جوری دلش میخواد نگاه کنه به قضیه. وقتی میگه هرمنوتیک میگه یعنی شما این شعر حافظ این معنی رو نداره، شما میتونید از این شعر یه برداشت بکنید، من یه برداشت دیگه. نمیگم درست و غلطش. ما تو عصر پست مدرن داریم زندگی میکنیم، داریم زور میزنیم خودمون رو بچسبونیم به سنت یا به مدرن، در صورتی که نمیشه. همین قضیه که شما میگی وقتی این تشتت تو همه چی هست، انتظار این که ما از این دور خارج نشده ذهنمون، یعنی هنوز ذهنمون میگه نه آقا باید قالب باشه. اینا میگه بابا الان تو داری توی دوره زندگی میگی قالب نمیگیرن مردم. حالا خوب یا بدش من کار ندارم، ولی یکی از ویژگی‌هاست ما تو همه حوزه اینقدر تکثر داریم که برسیم. اصلا الان خب اونایی که این کارن که میگن اصلا برای چی باید برسیم به یک الگوی واحد، پست مدرنیستا میگن اصلا برای چی؟ کی گفته این الگوی واحدی وجود داره که خوب باشه که همه بیان تبعیت کنن، هر کی هر جوری دلش میخواد.
ببین الان خب خیلی از چیزا مثلا مثل تو آمریکا یه سری چیزا داریم که هم منطقه هم مثلا شهر. حالا یه کتاب هست از لاس وگاس بیاموزیم، دیدید این کتاب رو؟ کتاب قشنگ و خوبیه. اونجا قشنگ همین رو بحث میکنه. اون نویسنده‌اش یکی از پیشگامان نهضت پست مدرنه. میگه چرا فکر میکنه اون حالا مثل ما درگیریم هنوز با سنت 300 سال پیش، اون درگیره با مدرن 50 سال پیشش. میگه برای چی فکر میکنید شما یه الگو باید داشته باشید که الگوی خوب و مردم باید از این الگوی خوب تبعیت کنن؟ من دوست دارم که نمامو عکس شیر بزنم بالاش، اون یکی دوست عکس فیل بزنه، اون میخواد سنگ باشه، اون میخواد آجر باشه. و مثال شهر لاس وگاس رو میزنه تو این کتاب، اسمش هم مثال از لاس وگاس. میگه نگاه کن این الگوییه که یه جوری آزاد رشد کرده و الان شده پایتخت تفریح دنیا، درآمد خودش رو داره، هویت خودش هم داره. هویت لباسه دیدید که چیزه الان چی بهش میگن؟ دیدید؟ اونم یه جور هویته. شلوغ و خلوق رنگ و رنگیه. میگه نباید همه چارخونه باشه، همه تک رنگ باشه. حالا این نسبت مدرنه. ما تو نقد سنت موندیم. بریم دیشو. کلاس تموم شد و حالا مباحث‌های انرژی و اینجور داستانا رو بررسی می‌کردن تو این کلاس و یه مقداری هم چالش‌های ذهنی خودم رو مطرح کردم که اونا هم از لحاظ عملی ببینیم که بچه‌ها به چه شکل بهش فکر میکنن و متاسفانه یه جورایی باعث شده که جو دانشکده جوری بشه که همش فکرهای سنتی بیاد به ذهنشون، نمونه‌ای که سنتی بود و بررسی بکنن و حالا تصمیم گیری بر این شد که با دکتر تو جلسات بعدی سعی بکنیم نمونه یه موردی کوچیک مسکونی که واقعا مصرف انرژی توشون مهمه و راهکارهایی که برای این دونه‌های کوچیک وجود داره چیشی ها هست و اونا رو بررسی کنیم. یعنی یه چیزی باشه که به درد بخور باشه، اینجوری نباشه که فقط صحبت کنیم از قدیم، از سنت، از اینکه خونه‌مون اینجوری بوده و هیچ راهکاری برای خونه‌های الان با سیستم‌های تهویه با این متریالایی که وجود داره اینا رو به فکرش نباشیم. و این موضوع حالا از سریای بعدی قرار شد که توی کلاس ها بیشتر بررسیش کنم.